أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز مهربان و تماشابینان عزیز، خب میخواستم امروز درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت کنم که موضوع انا بر وعده وفا کردن است که امروزه این یعنی خیلی کم هستند که به وعده هاشون وفا کنند. بسیاری از مردم امروز وعده میکنند خلاف میکنند، یعنی به حد کم رعایت میکنند. انسان های کم هستند که وعده میکنند به وعده شون وفا میکنند، در حالی که این کار یعنی گناه است، گناهی کلون است و عاقبتش بد است. یعنی این وعده خلافی یا که به عهد پیمان یعنی عهد پیمان شکنی هم در دنیا هم در آخرت عاقبت بدی دارد که الله تبارک و تعالی یعنی صفت مؤمن خوب میکند، یعنی صفت متقیان میکند در کلام پاکش. یعنی بعضی از بندگان الله سبحانه و تعالی بسیار مردم خوبی هستند که خداوند این خیلی معرفیش میکنه در قرآن که یعنی متقی هستند، خدا ترس هستند. در سوره مبارکه انا میفرمایند که این اکرمکم عند الله اتقاکم، انا بهترین شما چیست؟ خدا ترسترین شما هستید. یعنی یکی از صفت هایی که بندگان خوب الله دارند یعنی متقی دارند این چی است؟ با وعده هاشو وفا میکنند، یعنی وعده خلافی نمیکنند، به عهد پیمان شکنی نمیکنند که الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه بقره میفرماید که والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. یکی از صفات متقین این است که انسان های خوب متقی زمانی که وعده میکنند به وعدهشو وفا میکنند، یعنی وعده خلافی نمیکنند. همین خیل در سوره مبارکه اسراء خداوند میفرماید که انا تأکید میکنند و تأکید میگه که این العهد کان مسئولا، این العهد کان مسئولا و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. با عهد وفا کن چون که عهد یعنی که مسئولیت داره. انسان زمانی که وعده میکنه یعنی از وعدهش پرسیده میشود. این خیلی نیست که انسان فکر نکرده اندیشه نکرده وعده کنه وعده خلاف کنه فکر کنه که پرسیده نمیشه. نه، روزش میرسه که مؤاخذه میشود، پرسیده میشود از وعده که اگهش جواب میده انسان. یعنی خدا با تأکید بیان میکنه که ما وقتی که مسلمان ها بندگان الله که دنیا رو به خاطر بندگان به خاطر عبادت حق خلق کرده است، ما یعنی وعده خلاف نباشیم، وعده یعنی که شکنی نکنیم. و پیغمبر خدا علیه السلام این صفت مذممه در حدیثش بیان کردن که یعنی وعده خلافی یکی از صفت‌های انسان منافق است. ما می‌دونیم که منافق یعنی پایین‌ترین درجه را داره تا حتی در روز قیامت از شیطان داد چی است؟ طبقات پایین‌تر است در جهنم. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی بیان کردن منافق یک موضوع کلون است. همه قشنگ میگیم که وعده خلافی این صفت و نشانه انسان منافق است که پیغمبر معظم اسلام علیه السلام فرمودند که آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. یعنی نشانه و آیه منافق سه چیز است. اذا حدث کذب، زمانی که صحبت میکنه دروغ میگه،
خیلی که امروزه دروغگویی هم منتشر پهن شده است که انسان ها همه خیلی چپ راست دروغ میگن، لا حول ولا قوة الا بالله، فکر نمیکنن عاقبتش چی است. بنابر همین منافق کسی است که زمانی که صحبت میکنه دروغ میگه و اذا وعد اخلف، زمانی که وعده میکند خلاف میکند، یعنی که با خلافش وعده نمیکنه، با عهد پیوانش وفا نمیکنه، عهدشکنی میکنه. و اذا اؤتمن خان، زمانی که یگان چیز که نزدش امانت بگذارن امانت خیانت میکنه. لا حول ولا قوة الا بالله. در واقع جای خیلی متعصب است که امروزه همین سه صفت منافقی اینقدر منتشر شدگیان، اینقدر پهن شدگیان که خدا پناه، به الله پناه. در هر کجی گوشه بسیار آدم سخن دروغ میگن، یا که وعده مینه وعدهش فکر نمینه خلاف میکنه، یا که به امانت خیانت میکنه. پناه به الله سبحانه و تعالی. این خیلی چیزی بد است که نقش الله میاد، نقش بندگان خدا، کسانی که اگر این طریق صفت داشته باشند. بنابراین پناه به الله. برادران خدا عزیز، وقتی که سخن میگین، وقتی که وعده میکنید احتیاط کنین، به وعدهاتون وفا کنین. انا سخن میگن سخن دروغ نگین، به امانت خیانت نکنین که این دنیا به در دروازه نیست، روزش میرسه. او روزش خیلی دور نیست، خیلی نزدیک است که از همه سخنامون کارمون که ما و شما پرسیده میشیم. در آخر الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه تمام ما و شما را هدایت کنه از دروغ گفتن، از وعده خلافی، از امانت خیانت کردن. پناه به الله خداوند ما و شما را محافظت کند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.